سلام عرض کنم خدمتتون همراهان عزیز چنل حاشیه مدیا. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. بنده امیر محمد هستم و امروز با یه ویدیویی که در خدمت شما عزیزانم. موضوع ویدیوی امروز ما یک موضوع دو جانبه است که برای دو قشر مختلف از مردم هم میتونه تلخ باشه، هم میتونه جنبه آگاهی و اطلاعات عمومی داشته باشه. برای افرادی که سال 57 رو یادشونه و حتی قبلتر، قطعا این ویدیو یک ویدیوی تلخه و ازشون میخوام که اگه نمیخوان ناراحت شن ویدیو رو نبینن. ولی برای همسن و سالای خودم، کسایی که یادشون نمیاد اون دوران رو، یک جنبه آگاهی و اطلاعات عمومی داره که بدونی چی شد که محمد رضا پهلوی تصمیم به ترک خاک ایران گرفت و در واقع با این تصمیمش وضعیت کشور رو به اینجا کشوند. میخوایم امروز ضرباتی که شاه از ملت خورد و خدماتی که به اونها داد در قبالش رو با هم دیگه بررسی کنیم و جنبندیش رو هم در انتها به عهده خودتون میذارم. قبل از اینکه شروع کنیم میگم که محمد رضا پهلوی از مردم کشورش 4 جا ضربه خورد که بار 4م دیگه کارت با استخونش رسید و گذاشت و رفت که شاید هر کی جای محمد رضا پهلوی بود همون بار اول این کار رو میکرد. بار اول ضربه‌ای که محمد رضا پهلوی از ملت ایران خورد کجا بود؟ زمانی که پدرش به عنوان پادشاه ایران انتخاب شد، ملت شروع کردن به جبهه گرفتن علیه اون، با وجود اینکه اصلاً رفتار و نحوه حکومت کردنش رو ندیده بودن. یه سره به این آقا لقب میدادن، به رضا شاه پهلوی لقب میدادن که پدر که حاکم شد استبدادگر و کودتاگر و نمیدونم آیرون ساید و سوم اسفند و خائن و نوکر اجنبی. بعد از اون رسیدیم به خودش. پس اینجا شد اولین ضربه‌ای که از ملت خورد. اینجوری به خودش و پدرش تهمت زدن. خودش که به عنوان حاکم انتخاب شد کودتا، ننگین، 28 مرداد، خائن، انگلیسی، آمریکایی، دیکتاتور، خدایگان، چکمه، زور. حتی همینجور که میبینید دیگه داره فعلا میاد روش. یعنی هر سال که شاه مونده، هر سال هم یه فصل به قانونای اون انقلاب سفید و در واقع اون افرادی که دنبال برکناری حکومت پهلوی بودن اضافه شد. داره همه اینا رو میشنوه ولی خب بازم داره برای کشورش خدمت میکنه. حالا من که به عنوان یه شخص معمولی کسی بهم بگه بالا چشت ابرو، کلا با یارو قطع ارتباط میکنم. مثلا اصلا همین حکومت 1 دقیقه طاقت ندارن که کسی چیزی بهشون بگه. حالا در هر صورت کشور رو از سال 1332 میرسونه به 1341. حالا برای اینکه گیجم نشید میگم که تو این یه دهه دیگه، به خاطر اینکه گیج نشید میگم که از سال 1320 تا 1330، از 30 تا 40. حالا 40 انگلیسی ها اومدن گفتن بابا بد جوری ایران رو ساخت. یعنی شما ببینید توی 20 سال چه کار کرد. کاری کرد که سال 1340 تمام کشورهای همسایه ما که برای ما ترک چرس کنن، علف هم خورد نمی کردن، به ما میگفتن جزامیه، نمیدونم سوزاکی بدبخت گدا، اومدن چیکار کردن؟ اون موقع مرزا رو بسته بودن که آقا این کثافت‌های ایرانی وارد کشورهای ما نشن، نه اون تو افغانستان و پاکستان و عراق و ترکیه، مخصوصا این بخش ترکیه و عراقش. خب اوکی تا اینجا. حالا 1340 همون کشورها التماس می‌کردن که محمد رضا شاه پهلوی بره آنکارا و بغداد و اسلام آباد و کابل و مسکو و بعد برلین و بعد پاریس. شما ببینید تو این 20 سال چه کرد واقعا برای کشور. تو همون 20 سال که تو اون 20 سال اولیا حضرت افتخار دادن به بعضی از کشورها، رفتن بازدید کردن و ببینید چی کار کرد واقعا برای ایران که ایرانی با پاسپورتش تو تمام دنیا میرفت. ایرانی صاحب کشورش شد. بعد دوباره همین ایرونی‌ها سال 40 رفتن تو خیابونا 15 خرداد درست کردن و تخم لقی که مصدق کاشته بود تو دهن ملت که بگوییم مرگ بر اون خدا بیامرز، سال 41 2 مرتبه تکرار شد و 2 مرتبه مجسمه ها رو پایین کشیدن و فحاشی و فلان و یا مرگ یا خمینی، ای امام قربونت برم، که بعد چاقو کشی و عربده کشی که خدا رو 100,000 مرتبه شد. یه اسدالله علمی پیدا شد که نقش محمد علی خان فروغی رو بازی کرد و قائله رو پایان داد که همون سال، یعنی 17 سال قبلش،
اولی حضرت خواستن باز کشور رو ترک کنن که اسدالله الان فرمودن نرید اولی حضرت، من این قائله رو 3 روزه میخوابونم و واقعا هم خوابوند و تموم شد. حالا در اینجا یاد داره از اون تیمسار سپهبد پرویز خسروانی و ارتشبد اویسی و چند افسر شریفی که واقعا تو 15 خرداد واقعا بسیار بسیار شجاعانه انجام وظیفه کردن تشکر کنیم. حالا آقا این شد چند تا ضربه؟ 42 15 خرداد، قبلتر موقع حکومت خودش، قبلترش موقع حکومت پدرش که 57 با ضربه 4 دیگه کارت رسید به استخون و گذاشت رفت. اما حالا من میخوام واسهتون به صورت موردی، نه اینجوری کلی، خدماتی که واسه آبادانی کشور انجام داد و همین حکومت از انجام همین خدمات الان ناتوانه، واسهتون به صورت موردی نام ببرم، شما بشمارید. 1. ساخت برج شهیاد یا همون آزادی، من بیارم اون بخش موردیش رو. انقلاب سفید، سپاه دانش، سپاه بهداشت، حق رأی زنان، زمیندار کردن دهقانان و غیره، آزادسازی آذربایجان و کردستان، بازگرداندن جزیره بومسبز، بنیانگذاری و رهبری اوپک، ساختن 5مین ارتش پیشرفته جهان، ساختن کارخانه خودرو فولادی که الان میبینید دیگه کل لیگ عربستان هزینه شده 60,000 میلیارد تومان. یه دونه اختلاس فولاد مبارکه ما 69,000 میلیارد تومانه. پس ببینید اگه بخوان کار کنن میتونن کار کنن، مثل این خدا بیامرز. ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر، ساخت دانشگاه صنعتی آریامهر، ساخت ورزشگاه آریامهر یا همون آزادی، برگزاری جشن‌های شاهنشاهی و هزاران خدمات دیگر که راجع به این جشن‌های 2500 ساله من بگم که سال اول اولیا حضرت 2 میلیون دلار خرج این جشن کرد و از سال دیگهش 26 میلیون دلار برداشتی ایران بود از این همین جشن که واقعا من دیگه نمیدونم که چی بگم. این خدمات، این ضرباتی که ملت زدن به این شخص، هم حکومت امروزی، شما بچینید کنار هم ببینید آیا این مردم لیاقت همین حکومت رو دارن یا ندارن. واقعا اشخاصی که سال 57 توی ایران زندگی میکردن لیاقت خوبی ندارن. این تمام حرفی بود که من امروز میخواستم توی این ویدیو خدمت شما عرض کنم و امیدوارم که تونسته باشم خوب این صحبت ها رو منتقل کنم. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک اون فراموش نشه، دمتون گرم، با لایکش به ما انرژی میدید. نظرتون هم راجع به این صحبت ها کامنت کنید. اگه جای من اشتباه کردم اشتباه من رو درست کنید و اگه حتی نکته قرار بهش اضافه کنید حتما تو کامنت ها به من بگید که من تو ویدیوهای بعدی از اون استفاده کنم. دمتون گرم، شب و روزگارتون خوش.